درود مادری ارجمندم. هر سال در روز 6 اکتبر شما برای من بودید، ولی امسال در کنار دیگر فرزندان خود هستید که این نیز برای من خیلی افتخار است که شما زنده و سلامت هستید و من با شما، با هستی شما، با نفسهای شما افتخار میکنم و افتخار از آن دارم که روز تا روز با دعاهای شما سبزتر میشم و من بازم افتخار میکنم که شما هر لحظه و هر ساعت از هستی من آگاهی و از غم و شادی من آگاهی و واقعا هستی شما برای من شادی میبخشد. اگرچه در کفم گنج دنیا نیست، اما گنج اساسی من شما هستید و تمام هستی من شما هستید و من هرچند نمیتوانم مثل فرزندان دیگر مادرها شما را به تمام آرزوهایتان برسانم، اما باعث افتخارم است که در کتاب تازه ایجاد خود که البته با مصلحت شما نام او را از دامن کوه بلند ماندم، در صحیفه های اولش مادرنامه را چاپ کردم که این نیز برای شما خیلی پسند افتاده بود و اینک میخواهم که در روز مولود شما یکی از شعرهای ایجاد کرده خود را برایتان بخوانم و مطمئنم که همچون تحفه ارزنده از جانب جگربندتان قبول خواهید کرد. اگر دنیا مرا نامحترم بیند، و گفتی حضرت لایق مرا با چشم کم بیند، چه غم باشد که من شخصی نکو هستم، نکو حرف و نکو کار و هم با آبرو هستم. من از جمع شهان روی دنیا به و بالایم، اگرچه به پول و مال و اگر به گنج دارایم. مرا گرچه تمام آدمی عالم بگوید بد، مرا گر از تمام معرکه عمر نماید رد. ولیکن باز دست خود بر روی سینه کوبم من، که خوبم من. اگر محبوبه دنیا پرستی من، به یاد مال و ملک این جهان افتاده مستی من، بگوید ای گدای روی ره بر من چی در کاری، اگر وقت برایم گنج دنیا را نمی آری. ولی او به خبر باشد که من دارایم، درون قلب گرم و چشم خوشبین جاویدان جایم. و این را نغز می دانم که من از بهترینانم، فقط در چشم تو مادر، فقط در چشم تو مادر. مولود نکویتان خجسته باد مادر جان عزیزم.